انیشتن میگه دیوونه کسیه که کاری رو بارها و بارها به یک روش انجام بده اما انتظار نتیجه متفاوتی داشته باشه. دقیقاً این مثل افرادی که میخوان با مذاکره برای این ملت امنیت و رفاه بیارن. ترامپ و نتانیاهو نشون دادن که مذاکره یک فریب بزرگ بود. چند بار دیگه باید اینجوری ملت ما رو مورد هدف قرار بدن تا شما متوجه بشید اصلا اینها نمیخوان ایرانی وجود داشته باشه. ما باید به پشتوانه این ملت بزرگ یک نه بزرگ به اینا بدیم، یک نه دهن پر کن، مثلا نه که رئیسی به اینا بدیم، یک مسیر دیگه جز سازش رو انتخاب کنیم. ما افسانه شکست ناپذیری این صهیونیست‌ها رو 12 روز به نمایش گذاشتیم. رؤسای جمهور دنیا نه چین نه روسیه نه هیچ کشور دیگه جرأت نداره به جنگ و رویارویی با آمریکا حتی فکر کنه. نگاه به بازی‌های رسانه‌ای اینا هم نکنید. اینا لاف در قریبی. این نه با گزینه سازش بلکه با گزینه قدرت نظامی به دست اومد و این جنایتکاران جنگی فقط به خاطر مشت محکمی که بهشون زدیم پیشنهاد آتش بس رو دادن. ما هیچ راهی جز قوی‌تر شدن نداریم. این مذاکره و له زدن برای مذاکره برای ما امنیت و آرامش و آسایش نمیاره. البته ما باید منتظر حمله بعدی اینها باشیم، ولی حالا یک ملت متحدتری، یک تجربه ارزشمند و پرهزینه از دوگانگی سازش یا مقاومت داریم. اگر دنبال صلح هستید هم دنبال صلح مسلحانه باشید، نه دنبال سازش و مذاکره. در ضمن بمب اتم دیگه برای ما سلاح کشتار جمعی نیست، سلاحی برای صلح، صلحی که هزینه جنگ ما رو بیش از چند صد موشک بالستیک افزایش میده. دنیا به قدرتمندان احترام میذاره، نه به کسانی که زیبا صحبت میکنه. موفق. انیشتن میگه دیوونه کسیه که کاری رو بارها و بارها به یک روش انجام بده اما انتظار نتیجه متفاوتی داشته باشه. دقیقاً این مثل افرادی که میخوان با مذاکره برای